8 بیناکار مسجد کلانترین در شهر دوشنبه صبح 25 فوریه از بلندی به زمین افتاده با زخم‌های مختلف در بیمارستان قریه بالا بستری شدند. وضع یک نفر آنها وزنین گفته می شود. آنها در همین گنبد مرکزی که در میان 4 گنبد بلند است کار میکنند و صبح امروز در ساعت تقریبا 9 وقتی که کار را شروع میکنند بنابر وزن زیاد زینه های زیر پای آنها داشت نداد و به همین طور آنها به زمین غلطیدند. 8 نفری که از بلندی افتادند و معیوب شدند آنها اصلا کارگران ساختمان بودند که ساختمان در ابتدا از شرکت های اساسی مسجد مرکزی به حساب می رود. بلندی جایی که کارمندان افتیدند 33 متر گفته می شود. کارمندان این ساختمان می گویند از بس که صبح بر وقت بود نه همه کارمندان در جای کار حاضر بودند. خدای نکنه ساعت 12 میشه با همین کار میشه با آدم خیلی معیوب میشه آدم بسیار می‌غلطه همین حالت آدم میشه سرشوی کار وزمین میشه آدم سرسنش. مجروحان را عاجلاً با ماشین یاری تجلی به بیمارخانه انتقال دادند. طبیبان میگویند بیناکاران به آهن و قبور برخورده زخم‌های گوناگون برداشتند. این کارمندان اساساً کفشرگران بودند که سراب گنبد کلان مسجد را میساختند. اصلا گوش سنگ установка میکردن مثلا وارد میکنن شویلر وارد میکنن شویلر رو کلا سوارچکو فقط وارد میکنن حالت هم بود کار سوارچکی فقط وارد کنی بود جا مثلا لیسا حالت ناگروز کردن ناگروز که غلدگی هم خیلی لیسا قوت نکیش سسکی خیلی بعد هفته نپونه شلن. ضمناً در صحبت به ما مسئولان این شرکت‌های ساختمانی در رابطه با جزئیات و عامل و سبب‌های رخ دادن این حادثه شرح ندادند، ولی در صحبت به ما همکاران این افراد معیوب شده گفتند که آنها در نتیجه یک بی احتیاطی و از بس که وزن زیاد بالای زینه‌ها تخته‌ها گذاشته شده بود این حادثه رخ داد و این پیامد به بار آورد. 8 نفری که در ساختمان مجروح شدند ساکنان ناحیه دنقره و درواز بودند. دادستانی ناحیه سینای پایتخت تحقیق حادثه را شروع کرده است. مسجد بزرگترین در دوشنبه در میدان 12 هکتار زمین جایگیر شده برای نمازگزاری تا 150,000 نفر پیش بینی شده است. این مسجد که در مرکز دوشنبه بنیاد می شود از 4 مناره بلندیش 75 متری و یک گنبد 60 متری عبارت است. میرزا نبی خالقزاد شادمانی یتیم رادیو آزادی دوشنبه.